خانم ها تفاوت هاشون اینجا معلوم میشه که من براتون توضیح میدم. نگاه کنید وقتی یک زن در ایران خیلی خوب کار میکنه میگن ماشاءالله این خانم مثل یک مرد کار میکنه. اون وقتی یک مرد خیلی خوب کار میکنه میگن ماشاءالله مثل یک خر کار میکنه. درسته یعنی ناستر چه وای غیر کمرش کشت من وای زیر چشمی هی منو میباد که منو بزن که نه یا اینجا هی مردم رو تحریک نکنی که من دارم بهت میگم جمع کن خودتو. بله نمیذاره این برنامه اجرا کن. جون خود اگر گذاشت این برنامه اجرا کنی باید میشه. بیا من پولتو میدم برو خونتون. به افتخارش دست بزنید دیگه نیاد از به خدمتت میرسم. حالا اشاره کردن که وقت بنده تمام هست. از خودمون میام شیوه های تربیتی ابداع میکنیم بعد میگیم بچه‌ها چرا اینجوری شدن. یکی از رفقا میگه به این داداش کوچیکم یاد داده بودم وقتی که دستشویی داره نگه دستشویی دارم زشته بگی میخوام بخونم. یه رمز باشه بین من و داداشم. میگه به همین منوال گذشت و هر وقت این میگه میخوام بخونم میبردمش دستشویی. تا یه شب دایی ما از شهرستان شب خونه ما مهمان بود و همونجا خوابید اتاق داداش من. داداش کوچیک منم ساعت 2:30 نصف شب بیدارش کرد. دایی میخوام بخونم. دایی از همه جا بی خبر ما گفته بود دایی جان نصف شب همه خوابن. حالا اشکال نداره آروم بیا در گوش خودم بخون. خلاصه میگه خدا رفتگان شما رو برگردونه. عفونت گوش بیشتر از 7-8 ماه دوام نه مرده میرن. ببین میخوای شلوغش کنی دیگه من میدونم. بریم دریا کنار از یزد از کبیر جو دریا. بله بچه ها فرشته های روی زمینن. به بچه ها باید زیاد توجه کنیم. صرف وقت برای بچه ها خیلی ارزشمندتر از صرف پول برای اونهاست. اونایی که فکر میکنن باید هی هزینه های هنگفت برای بچه بکنن که این بچه یه روزی بزرگ بشه و بخواد گلی به سر پدر مادرش بزنه اینطور نیست. وقت من آروم آروم تو گوشم بگو که میمونی هر شب روز لحظه یادم میمونی ذره ذره از عشق من دارم میمیرم. من تو فکرم چجور دستاتو بگیرم. حالا دستم تو دستم نگاهتم تو نگاه. در محض ضرب المثلمون میگم مثلا همچین میان در ایران میگن شیر است اگرچه پیر است. شیر اگه پیرم بشه شیر انگار شتر اگه پیر بشه خر میشه مثلا. این من نمیدونم. یکی از رفقا به من میگفت که واقعا عجیبه بعضی از این مطبای دکترا میری منشی اون دکتر از خود دکتر خودشو واسه آدم بیشتر میگیره. دیدی؟ مشکلتون چیه آقا؟ یه بار گفتی شنیدم بشین نوبت چه خبرته؟ دکتر اونه. تازه میری تو مطب دکتر انقدر مهربون میگه چای میل داری براتون بیارم. اجازه میدی من یه لحظه نبض شما رو بگیرم. لطفا نفس عمیق بکشید شما خیلی. و میگو بعضی از این خانم پرستارا جوری به آدم آمپول میزنن انگار 90% مشکلات زندگیشون مقصر مایی. یکی از رفقا میگو آمپول زده بودم تا خونه اینجوری میرفتم زده فلجش کردی بدبخت. یا اون دوست دیگه من تعریف میکرد میگو رفته بودم توی یکی از این تزریقاتیا همونطور که رو تخت آماده بودم این بیاد آمپولمون بزنه از زیر دستم نگاه میکردن دیدم این داره دستاش میلرزه و مشخص بود تازه کاره و کار دست آدم میده. اصلا میگم عرق به سر و صورت این دختره نشسته بود با همون دستای لرزون اومد کنار تخت من ایستاد قبل از اینکه آمپول بزنه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. منم گفتم اشهد ان لا اله الا الله. میگه دختره انقدر خندید پس افتاد 3-4 تا سرم به خودش دادن به هوش برسه. چه اوضاع شد. زن و مرد اینجا گلپری همه گلپری. چیز جالبی هم که گفته بودن در خصوص پیروزی بچهای امشب والیبال میگفتن پیروزی ما در واقع
در مقابل ایتالیا پیروزی تنتاک بود علیه آدیداس. اون آدیداس و اینا تنتاک. دیدی تبلیغاتشو؟ از وقتی از تنتاک استفاده میکنم اخلاق شوهرم خیلی بهتر شد. چه تبلیغاتی اغراق‌آمیز. کرم حلزون. رفیق من میگه این کرم حلزون خانم من استفاده کرده پوستش مثل کرگدن شده. تاثیر معکوس داره گاهی فقط اعتماد میکن تبلیغات الکی. خب عزیزان